سروازیر ارمنستان نیکول پاشینیان در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا اودکبه که روز 23 نوامبر سال 2022 در شهر ایروان پایتخت ارمنستان دایر شد، از امضای دو سند این نشست اعلامیه نهایی و حجت درباره چاره‌های مشترک برای کمک به ارمنستان دست کشید. پاشینیان در شرح این تصمیمش گفت که در این سندها ارزیابی سیاسی رفشن وضع در مرز ارمنستان و آذربایجان دیده نمی‌شوند که این می‌تواند معنای دست کشیدن اودکبه از اجرای عهده‌داری‌هایش داشته باشد و از جانب آذربایجان همچنین چراغ سبز برای حمله مانع داد شود. سروازیر ارمنستان گفت ایروان از اودکبه کمک حربی طلب ندارد، ولی این سازمان باید از آذربایجان طلب کند که نیروهایش را از قلمرو ارمنستان کشور عضو اودکبه برآورد. او افزود طرح اعلامیه اودکبه و سند چاره‌های مشترک برای کمک به جمهوری ارمنستان به قدر کافی مرتب نشدند و در چنین شکلشان با همه احترامی که دارم من برای امضا کردن این سندها آماده نیستم. قبل از نشست سران کشورها وزیران خارجه اودکبه در مسئله راه‌های کمک به ارمنستان در مورد بحث‌هاش با آذربایجان نتوانستند به یک قرار برسند و قبول قرار نهایی را برابران اول کشورها واگذار کردند. ارمنستان طلب دارد که آذربایجان نیروهایش را از حدود ارمنستان برآورده به موقع‌های تا سال 11 ماه سال 2021 برگردد. پاشینیان همچنین در نشست سران اودکبه فعالیت این سازمان را در عموم با واژه فیاسکو بها داد که به معنای شکست مطلق است. سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف در واکنش به اقدام‌های اعتراضی ایروان گفت با وجود این همه ارمنستان در هیئت اودکبه میماند. مقامات ارمنستان بر اینه که نیروهای آذربایجان در جریان مناقشه‌های مسلحانه ماه سال 2021 و سپتامبر سال 2022 یک قسمت قلمرو ارمنستان را اشغال کردند. باکو این را رد میکند و میگوید این قلمروهای باسیه در مرز دو کشور است که تا حال تعیین و علامت گذاری نشدند. پاشینیان قبلا به اودکبه مراجعه کرده بر اساس ماده 4 آیین‌نامه این سازمان کمک حربی خواست. طبق ماده 4 در صورت حمله به یک کشور عضو اودکبه کشورهای دیگر عضو این پیمان حربی تحت نظارت مسکو باید به کمکش برسند و از تجاوز به قلمرو اودکبه جلوگیری کنند. ولی این سازمان در پاسخ به طلب پاشینیان تنها با اظهار نگرانی از افزایش تنشات در مرز ارمنستان با آذربایجان اتکاف کرد. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو باشد به پرده گفت که اودکبه مناسبت‌هایش را با آذربایجان ویران کردنی نیست، چون که در باکو آدمان مطلق از خودمان حکومت میرانند. در همین حال در اینترنت ویدیوی لحظه عکسگیری سران کشورهای عضو اودکبه در پی نشست ایروان پیدا شده است که در آن دیده می شود که سروازیر ارمنستان نیکول پاشینیان و رئیس جمهور قرقیزستان سودر جباروف هنگام عکسگیری کوشش میکنند تا از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین حد الامکان دورتر بایستند. در نتیجه در عکس عمومی دیده می شود که پاشینیان که در طرف راست پوتین می ایستد نظر به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که در طرف چپ پوتین ایستاده بود از پرزیدنت روسیه خیلی دورتر ایستاده است. دمیتری پسکوف در پاسخ به سوال خبرنگاران خبر داد که در نشست ایروان سران کشورهای عضو اودکبه وضع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را نیز بررسی کردند. این عملهای اعتراضی بشکک و اینک ایروان را بسیاری نوزران همچون علامت‌های بحران عمیق در رهبری اودکبه پیمان حربی تحت نظارت مسکو می‌شمارند و آن را نتیجه به صورت جدی ضعیف شدن موقع بین المللی روسیه و شخصا پوتین در پی جنگ ماجراجویانه روسیه به ضد اوکراین مینامند. ضعیف شدن روسیه و پوتین به آن آورد که رهبران دولت‌های تحت نفوذ مسکو نه فقط هرچه بیشتر سرکشی نشان میدهند بلکه حتی در نشست‌های بین المللی پوتین را به قول معروف در جای شنانده ایستادند. یک نمونه برجسته این در سخنرانی‌های پراساسش به صورت برای همه غیر انتظار در نخستین نشست سران روسیه و آسیای مرکزی در آستانه در ماه اکتبر پوتین را به چالش کشیدن امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان بود.